خشم معترضان و بسته شدن بنادر تجارتی کشور به دنبال پخش تصویرهای برهنه و بسته با زنجیر عبدالرؤوف کودک 9 ساله در بند آدمربایان ترکمن‌های شمال افغانستان اعتراضاتشان را از سر گرفتند. معترضان برای رهایی عبدالرؤوف 9 ساله که 3 روز می شود دوراهی حیرتان در ولایت بلخ، شاهراه جوزجان بلخ را در منطقه دوراهی ولسوالی آقچه و شیرخان بندر در کندوز را بروی ترافیک مسدود کردن میگویند اگر حکومت باز هم صدای آنان را ناشنیده بگیرد راه آهن کشور را بسته و لین برق کابل را قطع خواهند کرد. پروگرام بعدی ما بند کردن راه مواصلاتی راه آهن است و در اگر به ما هم نشد بسته کردن قطع کردن لین برق. 85 روز شده امروز مردم همین سرمایه خنک منفی 15 شبانه منفی 10 روزانه هم تحمل کردیم. امروز هم ما هیچ گوش چشم دید گوش شنوا پیدا نمیکنیم. این دولت چه رقم دولت است که این مردم دادش و این مردم مشکلش هیچ وقت درد نکرده. معترضان مدعی‌اند که با گذشت 119 روز هنوز مقام‌های حکومتی در کابل و بلخ از سرنوشت این کودک جزئیات به دست ندارند. بندر سرحدی آقنه را اینجا با دوش گرفته بودیم، بند کردیم. اینجا تمام قومات طوری که می‌بینیم از دولت یک عمومی یک اجرات نیست. میگن که یک تعداد نفرها را دستگیر کردیم، هم کسایی که لا شده یارم دستگیر کردیم. ما امید آرزوی ما سیر به خشونت نکشن. نزدیکان عبدالرؤوف در این اعتراضات میگویند صبح امروز شنبه حکومت یک هیئت 13 نفری را که خانواده عبدالرؤوف نیز شامل آن می‌گردد به مرکز خواسته است. تا هنوز بر ما امیدواری نیست که 13 نفر هیئت کابل رفتن از طریق حکومت مرکزی گفتن که بیاین در کابل میشینیم ما در بین خود ببینیم که مشکلاتشان چی هست یا چی نیست. تا هنوز مشکلات ما را تا هنوز ما رفتیم بار پیشتر هم معاون اول خواسته بود خانواده را قوم را خواسته. تا هنوز بر ما که 13 روز وقت داده بود بر ما تا هنوز از وقت قناعت بخش نشدن. در همین حال فرهاد عظیمی والی ولایت بلخ میگوید که در پیوند بر رهایی عبدالرؤوف 8 عملیات انجام شده است و شماری از افراد بازداشت شده است که شامل زنان، اطفال و افراد وابسته به گروه داعش‌اند. اما والی بلخ هویت و شمار افراد بازداشت شده را مشخص نمی کند. دیشب ما 8 عملیات انجام دادیم به خاطر رهایی عبدالرؤوف جان که ما تانستیم که یک تعداد افراد داعش که در بینشان اتباع خارجی هم هست اونا را دستگیر بکنیم، ولی رؤوف جان به دست آورده نتانستیم. با این حال سوال اینجاست که چرا تلاش ها برای رهایی این کودک 9 ساله نتیجه نمی دهد. فرمانده پلیس بلخ می گوید که تا هنوز 28 عملیات صورت گرفته است اما شماری از افراد بازداشت شده به دلیل نبود اسناد و شواهد کافی دوباره آزاد شدند. و اینا میالی ما تقریبا 2 روز که یک عریضه از طرف هم پدر عبدالرؤوف برای ما داداش مستقیم ادعا شده. آن یک موردش هم ما تانستیم دستگیر بکنیم، مورد فعلا به سارنوالی معرفی است و 2 مورد دیگه هم همین صبح که ما آمدم سرش کار بود که ما این 2 نفر دیگه هم بگیریم و مرجع قانون بودیم تا یک راه حل پیدا شود. عبدالرؤوف کودک 9 ساله حدود 4 ماه پیش از سوی مردان مسلح با لباس پلیس در ساحه حوزه 4 امنیتی شهر مزارشریف ربوده شد و سپس آدمربایان برای رهایی این کودک 2 میلیون دلار خواستند. اما کارشناسان دلیل این را انگیزه های سیاسی بیان کردند.